عزیزان سلام، امیدوارم که همگی حالتون خوب باشه. هایکی که میخوایم این آخر هفته بریم اسمش هست برندیواین میدوز. یه مسیریه که میرسه به یه جایی که دقیقا پای یه دونه قله، یه دشتیه که بهش میگن میدوز و پر از گله وحشی و جوی آبیه که همون برفایی که آب میشه یه مسیری رو داره میاد و بسیار صحنه قشنگی رو تشکیل میده. میخوایم بریم اون مسیر رو امروز با هم دیگه ببینیم. اینجا پارکینگ بالاییشه، یه پارکینگ هم اون پایین داره که ما ترجیح دادیم بیایم بالا، ماشینمون رو پارک کردیم و اومدیم اینجا دقیقاً اول تریل به سمت برندیواین میدوز. طول این مسیر از پارکینگ تا میرسیم به میدوز حدوداً 11 کیلومتره و 807 متر هم ارتفاع میگیریم. این مسیر هم میشه با آفرود رفت. نقطه‌ای که دیگه میشه با آفرود اومد بالا همینجاست. اینجا میشه ماشینا رو پارک کرد و ادامه هایک رو از اینجا شروع کرد به سمت میدوز. اینجا یه دونه شلتره، یه دونه جان پناهی که معمولا تو مسیرهایی که کوچولو سخته و سابقه اتفاقات زیاده تعبیه میکنن که یه موقع اگه اتفاقی برای کسی افتاد، کسی شب موند، اینجا تو شرایط امرجنسی بتونه ازش استفاده بکنه و توش زنده بمونه. خب ادامه مسیر رو بریم بالا. این صدای جوی آب که از این ارتفاعات لابلای درختان میاد پایین خیلی آرامش بخشه و همش مجبورمون میکنه که کنارش وایسیم، بشینیم و مسیر پیماشمون خیلی طولانی تر بشه. ترجیح میدم هیچ موزیکی، هیچ ادیتی روی ویدیو نذارم که شما واقعی ترین تصویرش رو ببینید و بشنوید و لذت ببرید. بچه اینجا هیچ نیازی به پرمیت یا پسی نداره برای کمپ شبانه. شما خیلی راحت اینجا میتونید بیایید و شب کمپ بکنید تو این دشت زیبا و لذتشو ببرید.
جای غروب زیبا هایکمون رو تموم کردیم. امیدوارم که شما هم لذت برده باشید از این ویدیو و تا ولاگی بعد خدا نگهدارتون.